بررسی بیشتر این خبر همکارم علی حسین قایزاده اینجا در استودیوست. علی حسین، شاهد گسترده ترین حمله جیش العدل بودیم به مراکز سپاه. چه عاملی علت این گستردگی بوده؟ بله، واقعا به لحاظ گستردگی این عملیات با هیچ کدوم از عملیات‌های پیشین این گروه قابل مقایسه نبوده، نه فقط به لحاظ جغرافیای درگیری بلکه به لحاظ نیروی انسانی که قابل استفاده شد در این عملیات و ادوات جنگی که در این استفاده کردند. ما تا الان شاهد این قصه نبودیم. طبیعتاً چنین سطح وسیعی از عملیات حفاظت اطلاعات قوی هم میخواد که عملا نشون داد که از پسش بر اومد جیش العدل. یکی از همین صحنه‌های درگیری که روایت حتی مسئولین نظامی جمهوری اسلامی هم هست، در یک هنرستانی در روبروی پایگاه سپاه اینها وارد شدن با RPG 7 رفتن اونجا و از اونجا برجک دیدبانی در واقع پایگاه سپاه رو زدن و اصلا حیرت انگیزه چنین سطح گسترده‌ای از نفوذ به نزدیکترین مراکز در واقع نظامی جمهوری اسلامی بدون اینکه در واقع هیچ بخش از این عملیات لو بره. این نشون میده که نه فقط جیش العدل توانایی نیروی انسانی و نظامی گسترده پیدا کرده، بلکه به لحاظ اطلاعاتی در واقع میتونه حفاظت خیلی وسیعی انجام بده که در واقع هیچ بخش این عملیات در هیچ سطحی تا پیش از انجام و نهایی شدن لو نرفته و گزارش‌ها نشون میده که بخش عمده‌ای از نیروهاش تونسته از مهلکه خارج بکنه. یعنی مجموعه اینها نشون میده که هم جیش العدل به نسبت گذشته بسیار قوی تر شده، هم سیطره اطلاعاتی در واقع نیروهای اطلاعاتی امنیت جمهوری اسلامی به چنین گروهایی که معمولا سرویس‌های اطلاعاتی جاسوسی دارن، نفوذ دارن در این دستگاه‌های، سرنخ‌های قبلا به دست میارن، خبرهایی میگن هیچ چی وجود نداره و این عمل به طور کامل از ابتدا تا انتها در واقع ساعت‌ها هم حتی به طول انجام میده. نشون میده که حتی نیروهای کمکی همه چی در واقع نشون میده که یک غافلگیری بزرگ برای سرویس‌های امنیتی جمهوری اسلامی بوده. به سرویس‌های امنیتی اشاره کردیم. می‌خوام حالا ببینم که بپرسم در حقیقت که پیامدهای امنیتی این حمله در آینده چی میتونه باشه برای جمهوری؟ بسیار برای هر سرویس امنیتی میتونه خطرناک باشه. این عملیات نشون داده که در واقع هر گروه دیگری که بالقوه حتی وجود داشته باشه میتونه فکر بکنه که چنان در واقع سرویس امنیتی داری حفره هست، چقدر ضعیف شده که میشه در واقع عملیات مشابه رو انجام بده. همین گروه میتونه عملیات‌های دیگری رو برنامه‌ریزی کنه، انجام بده، چون دیده شده که در واقع هیچ تصویری جمهوری اسلامی نداره از پشتوانه در واقع اطلاعاتی نظامی و انسانی این گروه و به راحتی میتونه در واقع تکرار بشه و فکر میکنم جمهوری اسلامی در هیچ جای تاریخ 45 ساله خودش در نقاط مرزی و به خصوص منطقه سیستان تا بدین حد ضعیف و در واقع دور نبوده از آن چیزی که داره در اون منطقه میگذره. علی حسین، حالا اگر بخوایم نگاه بکنیم میتونیم ارتباطی بین این حمله و افزایش نارضایتی‌ها در سیستان و بلوچستان ببینیم؟ تمام اتفاقایی که پیش از این در سیستان رخ داده در واقع همش مسالمت آمیز بوده. حتی مراجع دینی، مراجع مذهبی اونجا، مراجع سیاسی اونجا هم بارها این حمله ها رو محکوم کردن. به طور سیستماتیک در واقع ارتباطی وجود نداره، ولی کاملا قابل پیش بینی هست که شما وقتی مسالمت آمیزترین در واقع اعتراضات رو سرکوب می‌کنی، وقتی که نمیدونم سوختبرها رو می‌کشی، وقتی که در یه اتفاقی مثل سیل تا بدین حد اصلا امکانات اونجا ضعیف عمل میکنی، سطح نارضایتی منطقه بسیار بالا بره، نفوذ اطلاعاتی سیستم‌های امنیتی ضعیف‌تر میشه. خیلی قابل پیش بینیه که و بخش بزرگی از در واقع مردم منطقه که در واقع از راه‌های مسالمت آمیز وقتی که به خواسته‌هاشون نمیرسن، طبیعتاً حرکت‌های خشن در واقع اونجا پا میگیره، تمایل به اون در واقع زیادتر میشه و هم ارتباط ارگانیکی که در واقع بین سیستم‌های اطلاعاتی و بومیان منطقه وجود داره که همیشه این سرنخ‌ها در اختیار در واقع اونها میذارن، اینها هم از بین میره. طبیعتاً وقتی که حکومتی و مردم خودش، بخشی از جامعه خودش تا بدین حد مشی سرکوبی آنها رو پیش میگیره، میشه پیش بینی کرد که در واقع کار به اینجاها میرسه. علی حسین، خیلی ممنونم از توضیحات. علی حسین قایزاده همکارم اینجا در استودیو.